حیات امروزه را به دستگاه‌های علاقه موبیلی و اینترنت تصور کردن از امکان بیرون است. با عباره دیگر گویم این واسطه‌های علاقه به یک جزئی جدا نشونده حیاتی ما علاقه تبدیل یافتند. امروزها ساکنان دوردست‌ترین گوشه جهان نیز توسط این واسطه از ناگوانی‌های عالم با خبر می‌گردند. باید گفت که در دوردست‌ترین ناحیه رسولی کمون یعنی سوخ در این سمت کارهای بزرگ وسیع مقیاس به انجام رسانیده شدند. با مقصد وسیع نمودن امکانیت‌های استفاده بری اینترنت بلند سرعت و خدمت‌رسانی تلکومونیکاسیونی در ناحیه سوخ در اساس قرار پرزیدنت رسولی کمون از 8 آگوست سال 2020 تحت رقم 4798 در ناحیه دستگاه‌های زمانوی رادیوریلی وصل کرده شدند که توسط این دستگاه اقتدار انتقال شبکه اساسی تلکومونیکاسیونی 10 مرتبه زیاد گردید. همواره در ناحیه امروز خلق ما توسط وصل دستگاه‌های تکنولوژی اپتیکی ژاپن که دارای 512 پورت میباشد از خدمت‌های اینترنت به طور وسیع استفاده می‌کنند. از مرکز ناحیه تا محل لمبورگ در مسافت 20 کیلومتر شبکه نقلیات تلکومونیکاسیونی نخ اپتیکی وصل کرده شد که این نیز صفت علاقه قمری و اینترنت را دوچند زیاد میکند. پوشیدنی است که سالهای پیش در ناحیه ما نشان دهنده استفاده بری از علاقه قمری وطنی یعنی اپراتورهای وطنی خیلی پست بود. امروز مردم سوخ بیشتر از واسطه‌های علاقه اوزموبایل و اوزتلکوم استفاده می‌برند. امروز شماره استفاده برندگان این واسطه علاقه در ناحیه باز به 6000 نفر زیاد شد، چون که در حدود محله‌های قزلقیاه و آفتابرو که صفت علاقه پست بود، استانسی‌های شرکت علاقه قمری اوزموبایل وصل کرده شدند. 90% اخوات کرده بودم. من حضور قزلقیاه قشلاقی به بعضی استانسیه موندم. وای با آفتابرو محل فقرش به بعضی استانسیه آوردم. هر ده من نمونه مگر 100% حدودمو اخوات کرده میشه اوزموبایل استانسیه شرکتی ها. در برابر رشد تکنولوژی زمانوی امروز در شهر ما نیز دیگرگونی‌های مثبت به نظر می‌رسد. امروز مردم ناحیه ما از شبکه وای فای که برای افزودن صفت و سرعت اینترنت خدمت می‌کند به طور وسیع استفاده می‌کنند. این شبکه امروز در تمام انشاءات‌های ساحه اجتماعی، مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی و تعلیمات همگانی ناحیه وصل کرده شدند. امروز آرزوی یک چند ساله دهه قزقاق عملی شد. گویم خاطر نمیشد. مقصد از آن است که در تلفن ها واسطه های اینترنت سوس بود. پرزیدنت همان از تکنولوژی اینترنتی استفاده بری میگفتند، اما مانده شرایط ها نبود. شرایط باشد هم موج یعنی لینیه های علاقه سوس بود. انا امروز از طرف کمپانی اوزتلکوم در محله ما هم آنتنه های دولتی وصل گردیده شد و امروز صفت علاقه بلند شد. ما از نام تمام شهروندان دهه قزقاق و از نام تمام جوانان دهه به کمپانی اوزتلکوم مینداری خود را عرض بیان میکنیم. بنا به معلومات متخصص شعبه ناحیوی ازبک تلکوم خسرو جان شرف، بلندی مناره‌های استانسیه‌های در ناحیه بوده از 16 تا 48 متر میرسد. مثلا بلندی مناره‌ای که در محله طول قامت افراخته است 48 متر. بلندی مناره‌های در محله قزلقیاه و در محله آفتابرو برداشته شده باشد 24 متری است. برای گذاشتن این استانسیه‌ها مبلغ انقریب 10 میلیارد سوم مصرف کرده شده است و این نیز البته به منفعت خلق ما خدمت خواهد کرد. من ازبکستان تلفنش که علاقه کردن جدا محل مونده جدا هم مشکل بود. من چندین سال باز جدا موقع نمیش کردم از سبب همین علاقه همین سیم کارت ازبکستان که کار نکردن تمام همین محل ما خصوصا هم آفتابرو نصف بیشترش همین سیم کارت قرغستان استفاده می‌بردم. من رحمت همه دور من رهبریت به من همجا هم برای علاقه مستحکم بازم کردن همین من انتین نغز وارده مونده دادن همه‌شون به مومن داری سوال میکنم انوم خودم و انوم خلق و همین انتینا ما دائمی خدمت انده شود و علاقه خلق هم رهبریت ما کسی مستحکم شود که تا این روزا ما قینمش کرده اومدیم. من امروز با اومده من خدا و شکر همه دور من ما قینمش مسو بگتم انتینا کربه در آوردن همه‌شون رحمت. من این ایلاش بام خدا خواهد بازم نوگرو حالا بسیار میشد چون که من او روزنگ من پرزیدنت ما فرغانو ماگشوندم گفتن من بازم دیگه معما باشد همشه حل کمیتی گفتن. البته این با ما فقط راضی شده شکرانش جوش بام در زندگی کردن ما در کار همین برای ما تلفن ما برای کار فرمودن که حرکت کرده باشد اما که مهنت کرده باشد خدا همه‌شون راضی شود کارشون با الله کشایش دهد خانه درشون ده تینجه امانی برقرار کند عمرشون دراز مرتبهشون الله بلند کند.
تأکید باید کنیم که خلق ما از این گونه اعتبار و قلعه‌ها شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده منت دارند، زیرا هر یک کاری خیر و اصلاحات‌های عمل شده ایستاده همین مقصد نجیب را در خود تجسم می‌کند. کیفیت و علا خلق خرسان نداره سر میکنیم ما انمو خودم و اهل محله ما اوزمابل علاقش کمپانیش به خودموی و به سکتر رهبری و نداره میکنیم. این نفقه دن موندن قزل قیو قندم این چیز جوری کرده شد. ما همین فرصت استفاده برده انومی 6000 تا فقرای افتاده بود. 1000 تا خاندان زندگی میکنند و نداره سر میکنند. رحمت و همه اعتبار. بنا به گفته متخصصان ساحه امروز در حدود ناحیه دستگاه‌های معاصر ALT که استحصال شرکت نوکیا فنلاندیا میباشد وصل کرده شدند و از خدمت این دستگاه‌های زمانوی ژاپن ساکنان دوردست‌ترین حدودهای ناحیه نیز بتوانند استفاده کنند. در حقیقت توسط این توجه امروز ناحیه سوخ رو به جهان میآورد و مبالغه نمی‌بود اگر بگویم که از این توجه سوخ عزیز ما نیز مورد توجه جهانیان قرار خواهد گرفت. 8 کیلومتر باشو پیشی ما موسیقی هم میگرفت است.